روز 15 دکامبر سال 2021 در جلسه 16 کمیته بین حکومتی اوید به حفظ میراث فرهنگ غیر مادی که با اشتراک نمایندگان کشورهای عضو یونسکو در شهر پاریس جمهوری فرانسه طریق مجازی برگزار گردید، مسئله وارد نمودن عنصرهای میراث فرهنگی غیر مادی که کشورهای عضو یونسکو به فهرست میراث بشریت پیشنهاد نمودند بررسی گردید. نامیناسی‌های جوابگو به طلبات کنونسیون اوید به حفظ میراث فرهنگی غیر مادی از جانب کمیته رسما به فهرست وارد گردید. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان خبر داد که در این جلسه موسیقی ملی تاجیکی فلک نیز به فهرست میراث فرهنگی غیر مادی بشریت پذیرفته شد. رئیس کمیته بین حکومتی اوید به حفظ میراث فرهنگی غیر مادی یونسکو کاتب مسئول شریلانکا اوید به کارهای یونسکو پونجی نیلامین میگسوت وارد گردیدن نامیناسیون فلک به فهرست میراث فرهنگی غیر مادی بشریت را رسما اعلام نمود. قابل قید است که پیشنهاد نامیناسیون مذکور از جانب جمهوری تاجیکستان از روی 5 شرط و طلباتی که در کنونسیون اوید به حفظ میراث فرهنگ غیر مادی یونسکو قید شده است قبول گردید. گفته می شود در اطلاعیه رسمی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان گفت که این اقدام جهت حفظ و عمومی نمودن میراث نیوگان، معرفی هنرهای مردمی و فرهنگ غنی و قدیمی مردم تاجیک در عرصه بین المللی یکی از دستاوردهای مهم به حساب می رود. تاجیکستان قبلا توانست آش پلو، محبوبترین غذای خلقهای آسیای مرکزی و چکن، هنر گلدوزی ملی را به فهرست میراث فرهنگی غیر مادی یونسکو شامل کند.